شیطونی فوتبالیست ها باز هم حادثه آفرید. سرکار خانم نفیسه روشن، بازیگر توانمند سینمای کشورمون، یک مصاحبه کردن، گفتن که یکی از فوتبالیست های معروف منو دوست داشت، حتی بین دو نیمه به من زنگ میزد ابراز ارادت. خدا برای کسی بخواد. یک شخص دیگری بود که خیلی من رو دوست داشت، عجیب و غریب، و اون شخص یکی از فوتبالیست های به نام بود. ما سر یه پروژه بودیم که خب حالا ایشون زنگ میزد و اینا بین دو نیمه بازی موقع‌هایی، یعنی می اومدن تو اتاق رختکن گلم میزد. بذاریم بازش نکنیم. ما اینجا نشستیم برای چی پس؟ بازیکن فوتبال بین دو نیمه زنگ زده به شما ابراز علاقه، بعد هوادار رو سکو داره کتک میخوره علیده. بازش نکنیم، بگذریم ازش؟ نه. البته ایشون اسم بازیکن رو هم نیورده، گفته اسمشو نمیارم، ولی ما یه حدسایی میتونیم بزنیم. به حال بعد از سالها زندگی بین این شیاطین خیلی کار سختی نیست برامون. ولی نکته اینه که ببین چقدر سطح فوتبال ما پایینه، چقدر سطح فنی مربیای ما پایینه که بازیکن بین دو نیمه به جای که حرف مربی گوش بده زنگ میزده حرف نفیسه روشن گوش بده. خانم روشن شما میگی خب صحبت میکردیم، شما هم جوابشو میدادی، شما هم سر تصویر برداری 50 نفر آفیش بودن معطلشون میکردی، با این شیطونک صحبت میکردی. غیر از اینه مگه؟ به خاطر یه فوتبالیست، شیطنت یک فوتبالیست و شیطنت بیشتر یک بازیگر، دو تا صنعت‌های مهم ما داره نابود میشه، فوتبال و سینما. مگه ما چند تا صنعت داریم که دو تاش هم خانم روشن و آقای بله ما میدونیم کیه، میایم میریم بالا سرش، نشون به اون نشون که الان خداحافظی کرده.